وقتی رسیدیم رواندا ما رو بردن یه جایی اسمشو گذاشته بودن اکادمی، شبیه یه پادگان نظامی بود. اکادمی توی منطقه بود، منطقه نظامی سربازی رواندا بود. پلیسای رواندا اونجا بودن، ارتش رواندا اونجا بود. 2 تا بازرسی می‌خورد، بعد به اکادمی می‌رسید. این بار تمرین کاملا عملی بود. یک ماکت از مرکز صنعتی اصفهان بر اساس نقشه ماهواره‌ای ساخته شد. روبروی اکادمی سوله ساخته بودن مثل کارخونه که قرار بود روش بمبگذاری انجام بدیم. میخواستم در باز کنم، گفت الان خیلی زوده نمیتونی. بعد از ظهر کامل تا غروب توضیح دادن که این چی هست، این عکسشه، این فیلمشه و این شبیه سازی است. صبحش ما رو بردن داخل کارخونه که ببینیم چی داخل اون کارخونه است که ما با اون آشنا بشیم. دقیقاً مثل اون ساخته بودن، دستگاه‌های داخلش رو هم اندازه اون، توالت‌ها، جای نگهبانی، همه چیز رو مثل اون ساخته بودن. اندازه خیابونش مثلا جادهش چقدر پهن بود اونجا همون بود. اندازه کارخونه چقدر بود اونجا هم طبق اندازه کارخونه به متراژ کارخونه ایران اونا رو شبیه سازی کرده بودن. این 4 تروریست هر روز بارها و جمعاً بیش از 70 بار در این ماکت عملیات اصلی را تمرین می‌کردند. اونا گفتن به ما شما انقدر تمرین میکنید در این کارخونه که خیلی براتون راحت بشه. ابتدا تروریست ها باید آژیر خطر کارخانه را تحت کنترل در می آوردند و سپس راههای ورود و خروج به کارخانه را کاملا کنترل می کردند. بخشی از این مرحله نیازمند تجهیزاتی الکترونیکی داشت که می توانست آژیر و درهای اتوماتیک را تحت کنترل درآورد. من آموزش اینو دیده بودم که وقتی مرحله اول میرسیم جلوی در کارخونه، یه سیستمی بود آژیر کارخونه رو کنترل میکرد و نمیذاشت صداش در بیاد و هشداری که باید برای صاحب کارخونه میرفت از طریق آژیر به این دستگاه میومد. این دستگاهی که اینجا میبینید به ظاهر یک پاور بانکه، ولی در اصل یه دوربینه که اینجا لنزشه و میتونی دور و برتو با این کنترل کنی. این از طریق این موبایل با هم ربط میشن، از طریق وای فای اینجا میتونی درشو برمیداری و توی موبایل آیدی و پسوردش رو پیدا میکنی و اینجوری با هم ربط میشه. اینا رو میذاشتیم روی دیوار کارخونه و از طریق این موبایل میتونستیم ببینیم که کسی میاد یا کسی میره. از قبل 8 نقطه اصلی در کارخانه برای جاسازی 8 بمب بزرگ مشخص شده بود. این 8 بمب از یک تکنولوژی کاملا جدید و ناآشنا استفاده می‌کرد که با وجود اندازه نسبتاً معمول و قابل جاسازی می‌توانست انفجاری چند برابر حد طبیعی ایجاد کرده و کل کارخانه و محیط اطراف را در یک چشم هم زدن از روی زمین محو کند. آموزش بمبگذاری بود روی دستگاه‌های کارخانه برای نابودی کل دستگاه. اونجا یه بمب داشتیم که داخل باتری بود، بهش میگفتیم ترمینال. هر 3 تا کابل از این وصل میکردیم و یک کابل هم داشتیم تقریبا 50 متری از طرف فیوز می اومد و وصل میشد به این ترمینال و همشون اینجوری به هم ربط میشدن. سمت فیوز 2 تا پین داشت، 2 تا پین رو میکشیدی بالا، یه چرخ میزدی، 2 تا چراغ سبز روشن میشد و چشمک میزد. بعد اینم کلا پیما پیچ میشدن، کلا همشون رو باز میکردی تا آخر که باز میشد و این 2 تا پیمو وقتی در می آوردی دیگه بمب مسلح بود. از چند بمب کوچک آهنربایی هم برای امهای وسایل و تجهیزات الکترونیکی پیش از مرحله فرار استفاده میشد. البته بعد از عملیات تجهیزات باقی مانده را هم با یک اسپری خاص نابود می‌کردند که روی اسناد و ابزارها افشانده می‌شد و این وسایل را به شکل یک توده بیشکل و خمیرمانند در می‌آورد تا ردی از تکنولوژی به کار رفته در این عملیات به جا نماند. تموم شد، فوم و دبه داشتیم، اسلحه ها و گوشی ها رو داخل دبه میریختیم و فوم میریختیم و پرتش میکردیم. وفای گالونی بهش داده بودن، این گالون رو با چاقو پاره میکرد، وسایل رو کلا میریختوش و روی اینا فوم میریخت و میذاشت داخل یه نایلون آشغالی و یه نقطه‌ای که مشخص کرده بودن توی مپس میبرامون، به اون نقطه که میرسیدیم اونو پرت میکردیم. بالاخره این مرحله از تمرینات بعد از 1 ماه به پایان رسید. 4 تروریست به اقلیم کردستان برمیگردند تا منتظر خبر جدید بمانند. در همین مدت است که دیوید بارنیا به طور رسمی جایگزین یوسی کوهن در موساد می شود.
بارنیا در سال 96 میلادی به موساد پیوسته و فرماندهی واحدهای عملیاتی رو در داخل و خارج کشور بر عهده داشته. گفته میشه اون در حال حاضر یکی از مجربترین مسئولان موساد و متخصص مبارزه با گروه‌های حامی حکومت ایران به ویژه حزب الله لبنان. بارنیا در قدم اول فرشاد مسئول مستقیم تیم عملیاتی را کنار میگذارد و بهراد افسر اطلاعاتی نزدیک به خود را مأمور مستقیم این عملیات میکند. بعد از 1.5 سال تقریبا زیادتر گفتن که فرشاد عوض شده و به یک کسی به اسم بهراد اومده جاش. ما رو صدا زد داخل آپارتمان امن سلیمانی و اونجا ما با کسی که مسئول تیممون شده بود عوامل اسرائیلی به اسم بهراد اونجا صحبت کردیم. در بهار 1401 نیز برای آخرین بار به تانزانیا یکی دیگر از کشورهای آفریقایی رفتند تا آخرین آموزش‌ها را انجام دهند. در آنجا بود که متوجه حضور یک مهمان ویژه شدند. مهمانی که در واقع میزبان اصلی این 4 نفر بود. دیوید بارنیا که به تازگی به ریاست موساد رسیده بود، حالا شخصاً به آن پایگاه آموزشی آمده بود تا با صحبت‌هایش به تروریست‌ها روحیه داده و آنان را به موفقیت عملیات دلگرم کند. بارنیا کاملا امیدوار بود که در اولین عملیاتش علیه ایران که اسمش را عملیات بزرگ گذاشته بود به یک موفقیت بزرگ هم میرسد. در این دوره نقشه‌ها بنا به آخرین تغییرات در محل انجام عملیات دچار تحولاتی شده بود. دوره بیشتر یادآوری بود و یه چیزی هم تغییر داده بودن. مثلا قرار بود سری اول با یه ماشین برن تو کارخانه، این بار با 2 ماشین قرار بود برن. یه تغییر این بار تو روش کنترل و بمب و منفجر کردنش ایجاد کرده بودن. دفعه قبلی این بود که پیما رو میکشیدی و میچرخوندی و خودش اتوماتیک وار اون تایمی که بهش داده بودن مثلا 3 ساعت 4 ساعت بعد اون منفجر بشه. این بار این سیستم جدید آوردن و گفتن که به وسیله یه باتری و یه راوتر میکروتیک کوچیکو با یه گوشی سامسونگ از طریق اینترنت ما میتونیم اینو کنترل کنیم. دیگه هر زمانی بخوایم تایمر فیوز زیاد کنیم، کمش کنیم یا آن واحد منفجر کنیم، میتونیم کنترل داشته باشیم. همزمان افسران موساد با فردی به نام آزاد در اقلیم کردستان و فردی به نام امید در غرب ایران هماهنگی‌های لازم را انجام دادند. آزاد این 4 تروریست را باید به مرز برساند. کولبرهای ناآگاه همیشه از سوی سردسته‌های آگاه خود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. این سوء استفاده بیشتر از سوی سرکردگان قاچاقچی که کولبرها را هدایت می‌کنند انجام می‌گیرد. یکی از سوء استفاده‌های رایج از کولبرها قاچاق کالاهای غیرقانونی مانند قاچاق سلاح یا تجهیزات بمب است که برای تروریست‌ها و گروه‌های خلافکار در داخل ایران کاربرد زیادی دارد. اما گاه به جای تسلیحات برای تروریست‌ها این خود تروریست‌ها هستند که با راهنمایی کولبرها وارد ایران می‌شوند. این بار نیز در مرز کولبری به نام آزاد این 4 تروریست را در بین کولبرهای دیگر از پیچ و خم کوهستان به ایران رساند. به هر یک از این 4 نفر وسایل شخصی نیز تحویل داده شد. برای این افراد کارت ملی جعلی طوری جعل شده بود که در صورت استعلام اطلاعات آن شبیه به اطلاعات شهروندان واقعی تایید میشد و هیچ کس به جعلی بودن آن شک نمی کرد. برای تکمیل مدارک کارت بانکی جعلی هم در میان تجهیزات وجود داشت که اگر ماموران امنیتی در هنگام شک کردن به هویت افراد مدارک آنان را بررسی کنند، با دیدن کارت بانکی از هویت آنان مطمئن شوند. کوچکترین جزئیات ایمنی در این عملیات بررسی و برایش طراحی شده بود. تمام این وسایل همراه با خود تروریست ها در اختیار آزاد قرار گرفته بود تا آنان را از مرز عبور دهد، طوری که به زعم خودشان از دید نیروهای مرزبانی ایران پنهان بماند. آزاد در سمت عراقی مرز زیر نظر سرکرده‌ای به نام سعید بود و از سوی مرز ایران زیر نظر سرکرده دیگری به اسم امید قرار داشت. آزاد تروریست ها و تجهیزات آنان را در این طرف مرز و در یک نقطه امن به امید تحویل داد و امید نیز آنان را به خانه امنی منتقل کرد.
صبح روز بعد مطابق فرمان مأموران موساد این 4 نفر به 2 گروه 2 نفره تقسیم شدند. گروه اول به طور مستقیم وارد اصفهان شد، اما گروه دوم در همدان و ساوه چند ساعت توقف کردند و سپس راهی اصفهان شدند. تیم اول دوباره مثل اول بود، محسن و محمد اول میرفتن و تیم دوم من و وفا. توی همدان 4 تا نقطه گذاشته بودن که ما باید با پا اونا رو میگشتیم و حفظ میکردیم که اگه از اون راه برگشتیم بدونیم کجا وای میسیم و بعد از اون باید به سمت ساوا میرفتیم. 2 تا نقطه دیگه اونجا بود، اونا رو میگشتیم. با انجام این مأموریت‌ها بالاخره گروه دوم هم از همدان راهی اصفهان شد تا مرحله بعدی عملیات آغاز شود. حالا پشتیبان‌های عملیات باید یکی یکی ظاهر می‌شدند. اولین پشتیبان فردی بود که تحت پوشش اجاره خانه برای جهانگردان خارجی یک خانه را برای آنها اجاره کرده و کلید را پشت پلاک گذاشته بود. یه مکانی که خونه امن ما توی اصفهان اونجا بود و روی سیستم ویندوز قرمز برای ما فرستاده بودن و ما اونو گذاشته بودیم داخل سامسونگ و طبق اون مسیریابی کردیم تا اینکه رسیدیم به خونه. این 4 نفر در خانه مستقر شدند و حالا باید در یکی از پارکینگ های اصفهان به کمک پشتیبان بعدی 2 خودرو برای تردد تحویل می گرفتند. در واقع پشتیبان مأمور شده بود تا به اسم خودش ماشین ها را خریداری کرده و در اصفهان تحویل تروریست ها بدهد. کار خرید و فروش ماشین انجام میدم تهران. توی بهمن 1400 یه پیامی توی واتساپ به من داده شد با یه سرشماره خارجی که برای کشور پرتغال بود. به من گفتن که می‌خوایم برای ما توی تهران کار خرید ماشین انجام بدی به صورت نیابتی. تو صحبتایی که می‌کردیم گفتم کارتون چیه؟ کجا هستید؟ گفت من تو کشور پرتغالم. اونجا یه شرکت داریم، دستگاه‌های حفاری می‌خریم. می‌خوایم بیایم ایران کارمون رو توی ایران ادامه بدیم. ماشین رو خریدیم و وکالت رو به اسمشون زدیم و ایشون به من گفت که عکس طول و عرض اتاق رو برای من بفرست. گفتم برای چی میخواید؟ گفت میخوام چون بار داخلش میذاریم، بارمون ارتفاعش بالاست، من یه چیزی طراحی کنم برای پشت این بسازی که ما بتونیم بارامون رو بذاریم توش رو چادر بکشیم. بهمون گفتن ساعت 9 صبح بریم پارکینگ مشکات و اونجا از یه میسم نامی یه خودروی کارا و یه خودروی پرشیا رو تحویل بگیرید، فقط تحویل بگیرید، پول و اینا همه پرداخت شده. بعد از تحویل خانه و ماشین حالا باید تلفن‌های همراه را هم تحویل می‌گرفتند. آنان برای هر کاری از یک تلفن جداگانه استفاده می‌کردند. روی یکی از این وبسایت‌ها که فریلنس مپ هستش، یه دفعه یه شغلی رو دیدم که به نظرم شغل تحقیقاتی اومد و فکر کردم میتونم انجامش بدم و رزومه‌مو براشون ارسال کردم. اونها با من تماس گرفتن، گفتن که رزومم مورد قبول واقع شده و اینکه بعد دوباره با من تماس میگیرن. پس از پایان دوره بازخوردگیری این زوج باید تلفن‌ها را به یک نفر در اصفهان تحویل میدادند که در واقع یکی از 4 عضو گروه تروریستی بود. یه روز به من گفتش که همسر دوستش الان تو این فاصله ایرانه، مثلا فلان روز فلان جاست و سعی کنین گوشی‌ها رو به دستش برسونید. بعد اینکه ماشینا رو تحویل گرفته بودیم، فکر کنم روز بعدش بود که یه دستورالعمل اومد. یه تاکسی از تهران میاد، تاکسی سمند زد رنگ با شماره پلاک تهران. اون با یک زن حرف میزد، بهش میگفت خانم مهندس. خانم مهندس با من حرف زد و فکر میکنم با اونا هم حرف زد و تایید رو گرفتن که تلفن‌ها رو تحویل من بدن و من تلفن‌ها رو تحویل گرفتم. این گوشیایی که تحویل گرفتم از آقای بی نرم افزاری مثل واتساپ و اینا داخلش نصب بودن که بتونیم صحبت کنیم، سیم کارت هم داخلشون بود و اون تلفن‌ها برای شب عملیات بود، یعنی در خونه نباید از آنها استفاده میشد. هیچ یک از این 3 گروه، یعنی کسانی که خانه، خودرو و تلفن‌ها را فراهم کرده بودند، از ارتباط این افراد با موساد خبر نداشتند، اما به طمع پول حاضر شده بودند دست به کارهای غیرعادی بزنند. اما پشتیبان بعدی کاملا با افسران موساد هماهنگ بود. راننده نیسانی که پیشاپیش خانواده خود را از کشور خارج کرده و برای روز عملیات بلیت پرواز خارجی گرفته بود، از یکی از شهرهای کوچک استان اصفهان تعدادی مبل، 2 اسپیکر بزرگ و چند ساک ابزار را به یکی از مناطق اصفهان می‌رساند. اون سایپایی که سایپای آبی رنگی که از تهران، پلاکش از تهران بود و دسته جوان بود، وسایل و آورد. از اونجا منتظر می شدن با علامتی که یه حول روی آینه ماشین باشه که نفر خودش و نفر دیگه اونا به اسم مستر ای
تمام وسایل تجهیزاتی مثل 5 تا مبل بود که توی همشون بمب بود و کابلای انفجاری و فتیلای انفجاری و یه دستگیره‌ای داشت که فتیله مواد منفجره بهش وصل میشد. این دستگیره می اومد از بالا و داخل این قسمت پلاستیکی قرار می گرفت. داخل ساک‌های ابزار یک دستگاه چکاننده ماهواره بمب هم وجود داشت. برنامه اصلی این بود که این افراد فقط بمب‌ها را کارگزاری کرده و سپس این بمب‌ها به وسیله ماهواره فعال شوند. داخل اسپیکرهای تحویل شدن تعدادی کلت گلک با شماره سریال مخدوش و صدا خفه کن پنهان شده بود. وسایل به ما تحویل داد و اونا به ما گفته بودن که یه شارژر کامپیوتر، یه مقدار آثر که نمیدونم برای چی بود و یه عروسک که داخلش GPS به اون بدیم. ما اون وسایل رو به این راننده سایپا دادیم و ما قبل از اون پارک رو ترک کردیم. تا اینجای کار همه چیز بی‌نقص و طبق نقشه پیش رفته بود. هر 4 نفر در نقطه مورد نظر مستقر شده و بمب‌ها را هم دریافت کرده بودند. تنها یک مرحله از کار مانده بود و آن جاگذاری بمب‌ها در داخل مرکز حساس صنعتی بود. دیوید بارنیا رئیس موساد از نزدیک تحولات را بررسی می‌کرد. جاسوسان موساد حتی روی تیتر خبر عملیات بزرگ در ایران کار می‌کردند تا رسانه‌های جهان این خبر را به نقل از منابع آگاه منتشر کنند. وقت شروع عملیات بزرگ رسیده بود. روی دستگاه ویندوز قرمز برای 4 تروریست مستقر در اصفهان دستور آغاز عملیات را در 2 گروه جداگانه صادر کردند. با صدور این فرمان حافظان امنیت در ایران حالا باید اقدام به دستگیری می کردند. بقیه اعضای تیم‌های پشتیبانی که در تهیه تجهیزات کمک رسانده بودند نیز یکی پس از دیگری بازداشت شدند. در تمام این مدت صهیونیست‌ها متحیر مانده بودند که چه اتفاقی افتاده است، از کجا ضربه خوردند. در راهروهای موساد همه با شک و تردید به یکدیگر نگاه می‌کردند. زلزله در ارکان موساد آغاز شده بود. همه می‌دانستند معنای این ضربه چیست. بلافاصله پس از ضربه دیوید بارنیا رئیس موساد که به جای افتخار یک لکه ننگ در کارنامه آغاز کارش به جا گذاشته بود، رئیس میز ایران در موساد را که 5 سال در مقامش بود برکنار کرد. رسانه‌های غربی تا 3 هفته خبر برکناری‌ها در موساد را پنهان نگه داشتند تا بالاخره این خبر را به شکل خبر انتصاب اولین رئیس زن میز ایران در موساد پخش کنند. با شکست عملیات بزرگ موساد، وزارت اطلاعات در 2 بیانیه ماجرا را برای شهروندان ایرانی روشن کرد. وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه‌ای از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در کشور خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که از طریق یکی از کشورهای همسایه با عوامل سازمان جاسوسی تروریستی موساد در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد کشور شده بودند، در عملیات چند مرحله‌ای و پیش دستانه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دام افتادند. بلافاصله BBC فارسی، ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌ها دست به کار شدند تا خبر پیروزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را محو کنند. ببینید، همونطور که اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب ما به روشنی گفته، این اتهامات بی اساسه و ادعاهایی است مثل بقیه ادعاهای دروغین جمهوری اسلامی. ما قویاً این رو تکذیب کردیم.
با وجود سابقه دور و دراز مزدوری کمونه برای صهیونیست ها، عبدالله مهتدی سرکرده این گروهک در مصاحبه‌ای با ایران اینترنشنال هر نوع ارتباط بین کمونه و موساد را کتمان می‌کرد. گفتیم که شما چرا به ما توضیح ندادید این سازمان چی هست؟ چون به ما دروغ گفته بودن. گفت میدونستیم اگه از اول میگفتیم قبول نمیکردیم. گفتیم خود چرا داری با ما بازی میکنید؟ گفت ما آینده شما رو میخوایم، ما هدفهای بزرگی برای شما داریم، شما میتونید برای کمله مثل گنجینه باشید. تو همه تمرینا و آموزشایی که ما میرفتیم آفریقا، یه نماینده از کمله همیشه توی تمرینا و ملاقاتایی که با موساد داشتیم شرکت داشتن. جاسوسان موساد ابتدا این تصور را می‌کردند که عملیات بزرگ اگر شکست بخورد به خاطر اشتباه میدانی تروریست‌ها خواهد بود. اما سوالهایی که در موساد بی جواب ماند این بود که آیا این عملیات و همه افسران درگیر آن از همان لحظه شروع در تور اشراف اطلاعاتی ایران قرار داشتند؟ אני יודע שיש מישהו לצידי. העולם משתנה וצריך כישורים מגוונים כדי לפעול. آیا تروریست ها در تمام مدتی که در منزل امن خودشان در اصفهان بودند باز هم زیر نظر سربازان گمنام رصد می شدند؟ و یا در تمام مدتی که تروریست ها در خیابان های اصفهان مطابق دستورالعمل های افسران موساد با تغییر قیافه راه می رفتند، آیا دوربین های امنیتی ایران آنان را زیر نظر گرفته بودند؟ זה העולם שלי. זאת השליחות שלי. אולי גם שלך. اما افتضاح بزرگتر برای صهیونیست‌ها این بود که در جریان همین عملیات بخش بزرگی از شبکه جاسوسی موساد در منطقه برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران آشکار شد. برای همین بود که دیوید بارنیا بعد از شکست عملیات بزرگ تمام میز ایران در موساد را کنار گذاشت، چون رژیم اشغالگر قدس دیگر نمیتوانست نسبت به سلامت امنیتی هیچ یک از کارکنان این میز مطمئن باشد. حتی این احتمال هم میرفت که خود بهراد یا یکی از افسران نزدیک به او در پوشش فرمانده عملیات از منابع اطلاعاتی ایرانی ها بوده باشد. با شکست بزرگ رخنه کردن ترس و وحشت در عمق موساد فقط به میز ایران محدود نماند. هراس بزرگتر اما از آن کلیت رژیم صهیونیستی است که با این میزان از نفوذ ایران در عمق موساد نمیتواند از آینده موجودیت خود مطمئن باشد.